Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشاگران عزیز. امروز ما در نزد بازار شادیانه، در نزد یکی از آن بازارهای بانفوذی شهر سمرقند ما در کافه استقلال برای تبریک کردن جشن زادروز بهزاد آمدیم. امروز تبریکات را از نام اهل عائله، از مسافرت، از نام هلال ینگه، از نام علی جانمک، از نام خانواده‌شان تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنام رفتیم. عزیز، السلام علیکم. همه شمایان را با امروز روز خرسندی و جشن زادروز بهزاد جان خوش آمدید میگویم. البته برای ما لازم هستند بهزاد جان همراهی حاجیانه خمارانه و البته محلیابانا. اگر حاجی بابا همینجا باشند، اگر مرحمت به وقت حاجی بابا مرحمت. السلام علیکم. بدیان ما با نزدیکتر. اولا بهزاد جان زادروز مبارک. روز تولد را مولود خجسته را، امروز میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم. 120 ساله شوید و وقتی پدر مادرتان همیشه موفق باشید، همراهی عائلتان خوشبخت‌ترین عائله را برپا کنید و همیشه در راستای بهترین شمایان پدر مادرتان همراهی شمایان باشند. امروز شما را از نام علی جانمک، از مسافرت، از نام هلال ینگه تبریک میگویم. گفتم که پیش از همه از بهزاد جانم پیشتر پدرشان حاجی بابای حاجیانه تبریک گوید، چرا که انا همین روز 28 سال پیش از همه خوشبخت‌ترین انسان‌ها شدند که چنین فرزند به دنیا آمد و ما افتخار میکنیم، فخر میکنیم که با چنین عائله رشته خداگری را پیوست کردیم. خوشبخت‌ترین عائله هستند و عائله نیکنامشان هیچ وقت چشم نرسد. اکثر مردم سمرقند با عائله آنها با چشم هوس نگاه میکنند. برای آنها همه چیز است، فقط میخواهیم خوشبختی باشد و از خداوند آرزو میکنیم از چشم بد مردم دور کند. صحت سلامت باشند. زادروز مبارک. امروز حاجیانه از فرزندم دیده مادر بسیارتر خوشبخت و خرسند میشود که فرزندش زادروز دارد، مولود دارد و مولود خود را روز شکرانه خودش را جشن میگیرد. امروز از نام خداوند شما تبریک میگویم. نیت‌های نوز نکردن ما قریب یک هفته باز گپ میزنیم. گفتن که حاجیانه برسانید که من افتخار میکنم که دختر من به خاندانشان دختروار قدم ماندند، همچون دختر قبول کردند. خدا خواهد اگر سالهای آینده به خاندانشان به گوهربندان ها شود، ما باشد یک نه دو گوهره برداشته رویم و با تشویش‌های شیرین نبیره ها در خاندانشان گوهربندان کنیم، روزهای خرسندی کنیم و در روزهای بهترینشان در خدمت باشیم. و امروز از نام بهزاد جان برایتان میگویم همه مادران در چشم فرزند زیباترین زن هستند. حاجیانه اگر از فرزند پرسند در روی دنیا از همه زن بانوی زیبا کیست، یگان خیلی اویله نکرده میگوید که بیجان من از همه زیباترین هستند. برای همین هم گفتند مادرم را به چشم من بینید، سر و پا نور و صفاست، همگی مهر و وفاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. مادرم را به چشم من بینید، جلوه نوری خداست، از برایم یک تاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. در حقیقت مادر جلوه خدا است. مادر زنبانوان را خداوند اینقدر با نازکی آفریده است. امروز روزی زادروزی فرزند را مبارکباد میگوییم. بهزاد جان چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا در دل و در دیده باشی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی.
این همه کارها که درجه اعلی به رسیده ایستاده است، دعای انا همین حاجی بابا حاجیانه کتی انا همین ها سر شما با سایبان شوند، دعاوی سر شما شوند. خدا خواهد سالهای آینده به زادروزی نبیره و تکلیف کنید ما تبریک بیاییم و سالهای باقی مانده و ختنه ها شود، های کلانش با حاجی بابا سر و برش دعاگوش نگردید. روز خرسندی فرزند مبارک باشد و امروز باشد عزام فرزندان، عزام بگزا جان، عزام محلی بانو یک گلدسته زیبا داریم. خودشان بگزا جان برای مادر عزیز تقدیم میکنند، رمزی تشکر برای چنین عائله نیک و خوشبختی. مرحبا بگزا جان برای مادر تقدیم میکنیم، مبارک باشد. و البته امروز روزی خرسندی است. میخواستیم پیش از بریدن تارت‌ها از حاجی بابا یک تبریکات نغز و نیک را برای فرزند شنویم. کلی خوش پیری بالا باشن خودشون ببینن. شما دیتون شما هم موتون که رفاقتون شما برحمت ولی نیوری درد بالاشه گرامینه این یک تا خودش کرایه ایلایم سر بدل کلین کده قرشه پیرشه پیری بدل شود نیوردور چه وردور شود و قطاری دلیشو دیش هم پیری بدل شود بعد از داد با حکومت شدیتون ایلایم دادیت کدی بیت کدی قرشه پیرشه بیان کلینو شما دیتون قرشه پیرشه ایتون سر بچه سر کچه شدیتون من بدی نیورای و ایوردور شدیتون هم موتون چی نیت کده گشتتون ایلایم نیتتون برسیتون هم موتون شما نمکا کلومت گردید نیتتون برسید خودم بگردیتون صاف سلامت گردن ایلایم کم کوچه کشون با خود نقدن خیزمت کشون به رحمت سر بدوی رحمت هزار رحمت مبارک باشد. حاجیانا مرحمت. اولا بار السلام علیکم. شما دیتون نوری دیده منمونه عزت و حرمت کرده وقتتون عیانه کرده انجام دیتون رحمتی کلون من امروز بچه من روزی اومد شدگیش الهی مهربان عمرکش دراز رزقش فراخ کند دیلکش به چی آرزو میده کش از همه میش برسوند. خودم به رحمت میگم هم خیلی سورپریزی خوشنو کردن الهیم سفرشون به خطر شد خجینشون که سوق و سلامت گردن. من کلینا دخترم کتا قبول کردگی دیلشون پر کنن یک تنی دخترم سه تا الحمدلله رحمتی کلون بچه کم چی نیت بگشتی نیت کود برس آنم چه خیلی عزت و حرمت کردن آنم خیلی عزت و حرمت کن تویم تو آخیره پدر و مادر دوترهی ایسر نبرد با چی گم همین دنیا با حیات با چی گفایی نغز است همیشه تو با میطلبم از نام آیتت از نام اوکیت از نام کلینا اینو سوق و سلامت گرد بچه عمرکت دراز شود پیشتا گمانتون هم میکتون رحمتی کلون شما بایم رحمت با دقتتون رحمت. حاجیانا از من آنلاین ما را تماشا میکنن انگام الله میخواهند داماد رو تبریک بیان. مرحمت. السلام علیکم. همکاران شما دیتون در این کوتاه بگو جان کلوین سال ساله اکثر دو سال ساله موبایل یاد دستگاه ما همراه سربالان شده آمدان شده عزت و حرمت سزاوار شده مالی جان که فرصت پیرو بداوت شده اینطور اینطوری کتا جان سودان گفته انسان شده الهی مدد افسوس شما آشما مراکم فخر کتا کرده الهی مدد بودی دیگر خاص برفتن نصیب کند الهی مدد همه امروز امت محمد تو امت ساگه دستم بگذار جان اور یک بار دیگر تبریک میکنم همه وقت سری آرزوتون پر صاف سلامت گرده هم وقتتون آمدتون نورکی دیدن خودی سر میگم رحمت سلامت باشه سلامت باشن. حاجیان در تویها اکثرا همیشه رو میخونم امروز باید که خانه شما آمین گفته میسته من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود آرزو دارم نخست فرزندی سر شود نامبرداری بهزا جان گردد میانی مردمان نام فرزندی نخستین نام پیغمبر شود. گفته آمین میکنیم. خدا خواهد سال آینده در روزهای بهترین شمایان در خدمت شدن نصیب کند و البته بهزا جان همراهی پدر مادر هم ما یک جای شیرینی را میبریم. زاد روزتان مبارک باشد. مرحبا کارها را نزدیکتر میبریم. مولود مبارک زاد روز مبارک. مرحبا.
Рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. اگر امکان باشد میرقصیم وقتی کاری نباشد رسم گیری میکنیم. زاد روزتان مبارک باشد. لحظه ها را به تعریف مهر میکنیم. بار دیگر روزی خورسندی مبارک باشد. خب یک تا سرود مانیم برای مادران. مرحمت. بعد از آن رسم گیری میکنیم. مرحمت. رو در روز زاد روزشان تبریک کردیم. همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهرام سلامت باشید.